سلام بچه‌های عزیز، مرسی از حضور تک تکتون. خوشحالم که امروز مجدد با شما هستم. به نام خدای بزرگ زمین و آسمان، خدای جهان و جهانیان که همواره شکرگزار لطف و عنایت اون هستیم، شهود خودمون رو برای دریافت پیغام الهی از خداوند پروردگار از کائنات و برگ‌های تاروت دریافت می‌کنیم. میخوایم بدونیم که تو این رابطه کات شده چه خبره و چی قرار آینده این رابطه بشه. میخوایم بدونیم چه پیغامی کارت های ما و کائنات به ما میده. لطفا کانال من رو سابسکرایب کنید تا انرژیتون با من همسو بشه. عزیزان انرژی بذارید تا انرژی شما با انرژی کارت های من همسو بشه و بدونیم چه خبره این رابطه، چه اتفاقی افتاده، چه اتفاقی خواهد افتاد و پیغام کائنات رو به واسطه تاروت دریافت کنیم. عزیزان دل، اول نیت کنیم ببینیم در گذشته چه اتفاقی افتاده که این رابطه کات شده. اصلا نیت کنیم. و چقدر زیبا در مورد گذشته عنوان میکنه. رابطه بسیار خوبی که برای شما بوده، رابطه پرشور و شعفی که شما داشتید، یه خبرچین خبر ببر بیاری بوده که انرژی منفی، حسادتی و گفتاری رو داشته. اون چه که شما اعتماد کردید به این طرف مقابل و هر آن چیزی که به واسطه گفتاری شما به طرف مقابل که اعتماد کردید عنوان شده، از اسرار شما سوء استفاده شده. اسرار شما دهن به دهن چرخیده و یک مقدار از این اسرار هم به طرف مقابل رسیده. اگر چه طرف مقابل در شرایط مالی و ضرر مالی بوده، شرایط روحی خوبی رو هم نداشته، شکست مالی رو هم داشته، ضرری رو به عنوان از فردی به اسم به آهر داشته، ولی با این حال احساس شما شرایط خیلی خوبی رو داشته، شرایط بدی رو ایجاد نکرده. ضرر مالی ایشون تو شرایط روحی و گفتن گفتارهای شاید اون چه که شما نباید میگفتید برای هر کسی که با شما به عنوان دوست صمیمی عنوان میشده، در واقع دوست نبوده، با شما به یه نوعی حسادت، رقابت، از دوستی شما سوء استفاده شده و یه سری حرفا به گوش طرف مقابل رسیده و این باعث کات شدن شما شده. میخوایم ببینیم آیا این رابطه که کات شده همچنان تو رابطه کات شده قرار میگیره، به همین حالت، به همین منوال ادامه پیدا میکنه یا نه. انرژیتون رو با من همسو کنید تا ببینیم چه خبره، چه اتفاقی قراره بیفته. عزیزان دل، عزیزای دل، به نظر میرسه به واسطه شخصی که از لحاظ گفتاری خبرچینی خبر آوردن رو داشته، متاسفانه دوست صمیمی شما هست و چشم نظر به طرف مقابل شما داشته. متاسفم. و با وجودی که با کسی دیگه‌ای ارتباط داشته، چشم نظر به دوست شما هم داشته و چرخه گردون رو متاسفانه برگردونده. سرنوشت شما رو از آن چیزی که در شرایط بسیار خوبی بوده رابطه شما بوده، چرخه شرایط رابطه و دوستی شما رو متاسفانه در جهت منفی برده. اگرچه طرف مقابلتون همچنان نسبت به شما احساس قشنگی رو داره و احساس قشنگ گذشتش رو در درون خودش به شکل تکرار گذشته و تکرار خاطرات و اون چیزی که از
گذشته شما در ذهن ایشون وجود داره، حس بسیار خوب، رابطه بسیار خوب و موقعیت خوبی رو که در گذشته بوده همچنان تکرار ذهنی میکنه. متاسفانه یک سری از گفتارها که از گذشته شما، اون چه که نباید میگفتید و عنوان میکردید از اسرار رابطتون و همینطور در مورد گذشته شخصی خودتون به گوش طرف رسیده، کدورت‌ها، ناراحتی‌ها و کات شدن رابطه برای شما به وجود اومده. اما این کات شدن عزیز دل ادامه نداره، موندگار نیست و به همین حالت نخواهد بود، چون جام شور و شعف و شادی براتون پیش میاد که تو 3 وعده موقعیتی پیش میاد که مجدد طرف مقابل برای شما خواهان برگشت و ارتباط گرفتن داره. عزیز دل هنوز تو حالت دوگانگی داره، ترس و واهمه داره از اینکه برگرده. شما چه عکس العملی نسبت بهش خواهید داشت و چه برخوردی خواهید داشت. ببینیم کارت های آینده ما برای شمای عزیز دل چه پیغامی میده. میخوایم بدونیم شما باید چه کار کنی، چه عکس العملی نشون بدی و بهترین روشی که شما باید استفاده کنی که آینده برای شما بهترین رو پیغام بده و خبرهای خوب کائناتی برای شما به وجود بیاد. ببینیم چی هست. عزیز دل داره میگه جنگی که بین شما به وجود اومد به واسطه دوگانگی و طرف مقابلتون بود، اگرچه افراد دیگه ای سر راه این فرد قرار گرفت تا بتونن رابطه شما رو خراب کنن، تا بتونن رابطه دیگه ای ایجاد بکنن که بتونن این رابطه زیبای گذشته شما رو خراب کنن. متاسفانه شاید در برهه موقعیت زمانی کوتاه تونستن رابطه شما رو خراب کنن و از نیرنگ‌های متفاوت استفاده کردن، از ترفندهای متفاوت برای کات کردن رابطه شما استفاده کردن. نتونستن در اون حدی که باید موفق باشن، اما جنگی رو بین شما ایجاد کردن، مغلطه و حرف‌ها و سخن‌های بیش از حد و گفتار رفت و برگشت‌های بین گفتار منفی شما و طرف مقابل ایجاد شد تا متاسفانه به شرایط خیلی بد، ناآرومی، به هم ریزی، شرایط روحی بد و جنگ بین شما و ایشون، جنگ بین خودتون رو ایجاد کرد. جنگ درونی شما، افسوس‌ها، اضطراب‌ها، فشارهای روحی و به هم ریزی که برای شما ایجاد شده برای دوستانی که خواهان از برج افتادن، خواهان شکست این رابطه، خواهان به هم ریزی و تلخی این رابطه بودن. بسیار شادی آور هست و خبرهای خوش بوده و راضی به از بین بردن این رابطه بودن و خیلی خوشنود و شاد هستن برای این به همریزی رابطه شما. اما برای شما چه بسیار پیغام زیبایی اومده. در 7 وعده به بعد از این حالت معلقی، ناآرومی، به همریزی و تغییر تحولای منفی در میاید و آینده برای شما، برای برقراری این رابطه‌ای که در گذشته زیبا بوده، در گذشته احساس شما با احساس طرف مقابل بسیار همرنگ بوده، اگرچه تناقض‌ها و تضادها بوده، اگرچه جنگ‌ها و بحث‌ها بوده، هر آن چیزی که شما با هم کات می‌کردید دوباره به سمت هم برمیگشتید، چون انرژیاتون با هم همسو بوده، چون نسبت به عشقتون احساس زیبایی داشتین و تونستین اون چالش‌های ناآرومی که اگر در جنگ‌ها و بحث‌ها براتون ایجاد می‌شد
دوباره با اون احساس شور و شعف، دوباره با اون احساس زیبای عشقی که نسبت به هم داشتین برگردونین. اما کائنات به شما پیغام قشنگی میده که عزیز دل، براتون ملکه زیبای کائناتی که بهتون پیغام میده ملکه زیبایی از وجد و سرور، شادی و جشن و شادی که براتون به وجود میاد. گل رز طلایی دارید، ستاره آس موفقیت دارید و برگشت طرف مقابل به عنوان کسی که شما مجدد ملکه رابطه و احساس زیبای طرف مقابل هستید. هر دو همون احساس رو نسبت به هم دارید. عزیز دل، بهتر هست زمانی که برمیگرده لطفاً اون بحث های گذشته، زیر سوال بردن ها، مؤاخذه کردن ها و هر آن چیزی که باعث کدورت، ناراحتی و برگشت ناراحتی های گذشته در درون فکری شما و طرف مقابلتون ایجاد بشه رو کنار بذارید. بهتره با گذشت و اون چیزی که حس خوب شما و حس خوب طرف مقابل و موقعیت‌های مثبتی که شما و طرف مقابل داشته و احساس مثبت، رفتار مثبت، کردار مثبت طرف مقابل رو در نظر بگیرید. با گذشته ها، به جای اینکه به دوستانی که براتون دشمنی کردن، خواهان پرتگاه، از بین رفتن رابطه و افسردگی و ناراحتی هایی که بین شما ایجاد کردن، جنگ هایی که بین شما ایجاد کردن شدن، اونها رو خوشحال نکنید از رابطه بعد، از رفتار بعد. با تغییر، تحول، با احترام به شخصیت خودتون و اون چه که کائنات برای شما ارزش قائل بوده، اگر انرژی گذاشتید با حس مثبت خودتون، با دوست داشتن و احترام به عشق گذشته خودتون، لطفاً با رفتار درست، با کردار درست، با بخشش گذشته و تکرار نکردن کلام‌های قدیم برای خودتون رابطه مجددی رو درست کنید که این رابطه بسیار زیبایی هست، برگشت بسیار زیبایی هست. در شرایط معلق قرار گرفتن برای شما از بین میره، بهترین ها براتون به وجود میاد. منتها در این موقعیت لطفاً اسرارگویی داشته باشین. لطفاً از گفتن اسرار، از گفتن مشکلات، رابطه، هر آن چیزی که بین شما ایجاد شده که در گذشته دوستان شما از اسرار شما سوء استفاده کردن و با حسادت و بغض و کینه‌ای که نسبت به شما داشتن، با رقابتی که با شما میکردن، اگرچه در شرایط مالی بدی قرار گرفت طرف مقابل شما، ضرر و زیان هم در شرایط روحی ایشون اثر گذاشت، اما دوستان شما در این رابطه بسیار نقش داشتن برای به هم ریزی، برای از بین بردن، برای کات کردن و از برج افتادن شما و دوگانگی و اختلاف و ناراحتی که بین شما ایجاد کردن بسیار تأثیرگذار برای از بین رفتن این رابطه بودن. پس بنابراین برای اینکه از این شرایط معلق، نگرانی، فشار روحی که در میای و به سمت شما برمیگرده، به جای گفتار گذشته، به جای بیان سخنهای گذشته‌ای که تکرار اون برای شما نفعی نخواهد داشت، بهتره با گذشت و همه مشکلات رو در بین رابطه خودتون حل کنید، با خودتون این رابطه رو حل کنید. به اضافه این که مشکلات روحی روانی که برطرف میشه، تک تک شما بین هم اون حس و احساس زیبایی که در گذشته بوده بینتون ایجاد میشه و رابطه خوبی برقرار خواهد شد، به شرطی که یک، اسرارگویی نکنید، دوم اینکه با هم دوستانه مشکلات رو حل کنید که انشالله این رابطه بسیار زیبایی داره و پیغام کائنات برای شما بسیار زیبا و عالی هست. موفق و پیروز باشید عزیزان.